پدر به از به اندازه کافی غرور الیف زیر پای کردیم. بیش از این نمیتونم این کار کنم. شنایی هنوزم الیف میگه. چرا نمیفهمی؟ دنیز اگر گپ عروسیتان با الیف افشا شود تبا میشیم. اگه او دختر زد کنه، اگه او نخواهی که دوا باز کنه چی؟ شنایی من بچه خود خوب میشناسم. ای هنوزم میخواه با الیف رابطه داشته باشه. آی سنجر بلیاز خدا دهنت بخیر باز کن. ای کار شوخی نیست بچم. از الیف باید جدا شوی. ای کار باید زود انجام بدی. فهمیده شد؟ الیف در وقت شب میخواه کجا بره؟ شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, бақувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. بسیار خوش شانس هستی. یاد به طفلت هیچ ضرر نرسونده. خبر نداشتی که حامل هستی؟ به نظر من از شنیدن خبر خوش باش. هر چیز زودتر این مژده را به شوهرتان بده. خدایا حالا من چی خواد کردم؟ بعد از نامزد شدن با تو چشمایم کور میشه. به غیر از تو دیگه کسی نمیبینم. زبان ما فقط الیف گفته میره. دیگه نام هیچ کسی را به زبان نمیارم. گوشای ما فقط صدای تو را میشنوه عزیزم. از عشق دیوانه خود شدم الیف. نه یه احمق بیبی بزنگایم جواب نمیده. لعنتی اوف. به هر صورت نمیخوایم که عصبانی شم. امروز بهترین روز زندگیم است. پناهگاه مظلومانا، خدای خوبی های بی پایان، به درگاه تو آمدیم. بیچاره هستم. با رحمت خود به مرای درسته نشان بدی. دیگه دره برفتن ندارم. دیگه پناهگاه برفتن ندارم. دوستت ابراهیم از آتش نجات دادی. یونس پیامبر از تاریکی نجات دادی. تو توان همه چیزا را داری.
مرا نجات بده یا الله. مرا از شفقت خود بی نصیب نساز. مرا تنها نمان. مرا بی کس رها نکن خدایا. لطفاً چیزی نگو. عصبانی نشو. بیرونم نکن. اگه بیرونم کنی هرگز نمیرم. بعد از این رفتن نمیتونم. محافظین ساعت 7 به دانشگاه میرسن. مسئولین و اساتید از 8 الی 8:30 میرسن. محافظین چند نفر هستند؟ 3 نفر. بازرسی جدی است؟ نباید محافظین خسته شوند. بیازو بیشترین محصولین نمیشناسن. فرق نمیکنه. بازم ما کار خدا با چانس نمیمونیم. فکر کن یکی از محافظین مریض شد و با جای او کس دیگر خواستن، یعنی تو را. فراموش نکن تا آخرین لحظه نباید کسی خبر شوه که با دانشگاه استانبول حمله میکنه. پس وقتش است که ما لذت ببریم. بیاد. البته. وقتی انسان خدا بسیار بیچاره فکر میکنه، در کنار خود یک همدرد میخواه کسی پیشش آمده همراهش درد دل کنه. اگه تو نخوایم برش بگویی، اما او ازت میپرسه. الیف، کدام موضوعی است که تو را جگرخون ساخته؟ من دیگه حالا باید برم. الیف، ضرور نیست همراهیم کنین. این شفاخانه نزدیک است. بیبی، شاید نتونم گذشته را از ذهنت پاک کنم، اما یک آغاز جدید داشته میتونی. البته اگه خودت بخوایی. من خود زیاد میخوایم. تشکر، زنده باشی. او دختر که در داخل است، او کی است؟ قبلا هیچ ندیدیمش. تازه با ما پیوسته. اما دقیقش نشو. تو در این باره فکر نکن. فردا یک ماموریت بزرگ داریم بیادر. تو همراه ما هستی یا نه؟ ایره بگو. یعنی مظاهره میکنیم؟ اما این کارم کمتر از یک مظاهره نیست. نیست هیچ جایی نیست. کجاست تو دختر؟ نیست. تو تا حالا در کجا بودی؟ چرا پشت دروازه منتظر نبودی؟ دکتر که داخل شد بیرون شدم. خواستم قهوه بگیرم. بعد از اوش خودتان میفهمید.
اومد. الیف تو تا حالا کجا بودی؟ الیف از تشویش مردیم. چیزی نیست. خواستم چند دقیقه قدم بزنم. زیاد خسته شده بودم. تو خوب هستی؟ باید خوب باشم. مجبور هستم خوب باشم. حالا بیاین که خانه بریم. درست است. موتر آماده است. شما میتونین برین. ما پول پرداخته میایم. درست است؟ چرا ما در آخرین لحظه از این موضوع خبر شدم؟ ما همه قسم خواستیم. تو کدام مشکل داری؟ نه خیر، یعنی میخواستم نقشه را درست طرح کنیم. این کار شوخی نیست. باید این موضوع اندکترین مشکلان پیش نیاید. ما درباره همه چیز فکر کردیم. تو تشویش نکن. با ما کجا انفجار میتین ها؟ فردا باز میفهمی. دخترم همراه خود میبریم. دیگه سوال داری؟ خوب است. بهتر همی است که من داخل استراحت کنم. تو هم برو استراحت کن. فردا روز خاص است. پدر خدا جزای تنته. چی میکنی دختر؟ کم بود قلبم استاد شوا. تو با استغفرالله. صبح شده صبح. آی گفتی صبح شده. آی منتظر خواهر چیشته خوابم برد. اوف. الیف کجا دختر؟ رو امشب نامده؟ من نمیفهمم. من نمیفهم چی منو بته. خدا جزایت بته. دختر الیف کجا بودی احمق؟ ها؟ تو کجا گم بودی؟ تمام شب خانه نامدی. کجا بودی؟ بگو برم جواب بده. در شفاخانه بودم. دیروز در دانشگاه مظاهره شده بود، زخمی شدم. انشالله که سرت از تن جدا خواد کردن ما از شرت بگم شوم. اگه با گپ پدرم گوش نتی همه قسم میشه. شنیدی چی گفت؟ خواهر خودت از تو کده با عقل تره. اما این گپ کسی گوش نمیته. فقط بالای خود باور داره. توبه خدایا. بی پدر جان باز آماده شده که بره. چرا نمیفهمین پدر؟ من دکتر میشم. نخیر خدایا قربانت شم. قسم میخورم این مرا قاتل میسازم. سرش از تنه جدا میکنم تو از شرش بگم شوم. خیر پدر، مردش به درد نمیخوره. به زندگیش ضرورت داریم. بر ما پول پیدا کنه. بیازو داخل شدن نمیتونن. بزودی اخراجش میکنن. با من فلسفه نگو دختر. اینه بگو که چه قسم پول به دست بیاره. کار کنه کار کرده پول به دست بیاره. تا امروز ما از اون مواظبت کردیم، حالا او باید از ما مواظبت کنه. آفرین، راست میگی دختر. درس و مکتب گفته و دکتر میشم گفته. کل پولای ما را مصرف کرد. راستش من از دوستای خود پرسیدم. کسایی که به صفاکار نیاز دارن ماشو خوب میتن. خب
اگه خانه یک ثروتمند بره دو چند برش ماش میته پدر جان، دو چند برش میته فهمیدی؟ آفرین، هوشیاری طرف خودم رفته دخترم. آفرین. بیا بتم بگی. دیشب سنم و دینیز با هم نامزد شدن. خداوند خوش داشته باشیشان. اگه تو دوای طلاق باز کنی به زودی با هم عروسی خواد کردن. یعنی ما و دینیز تصمیم گرفتیم هر چی زودتر کارای نکاره شروع کنیم. تشویش نکنید، به زودی ای کاره شروع میکنم. امیالی ای کاره کو او تمام مصارفی ای کاره تا من خودم بدوش میگیرم. با پولتان ضرورت ندارم، با بچه تانم. فردا صبح وقت به دادگاه رفته دعوا باز میکنم. یک دقیقه، شاید تو فکر کنی اگه دعوا را باز کنی باز شاید دینیز پشیمان شده از تصمیم خود منصرف شده پیش تو بیایه، اما ای کار نخواد شد. دینیز دیشب تمام رابطه خود با تو قطع کرد. ای چیز مشترک بین شما وجود نداره. ایرم هم میفهمم. فرق نمیکنه، بازم خواستم که یادآور شوم. فردا رفته دعوا باز میکنی و بعد از وام از زندگی بچیم برای همیش دور میری. بفرمایید، مرکز مبارزه با ارتجاعی ها است. مجبور نیستین که اسم چند روز از ایجاد این مرکز شده ما چقدر یک تصمیم درسته گرفتیم. امکان داره بعضی از گزارش ها دروغ باشه جنرال صاحب. تو به می خاطر اینجا هستی قماندان. بعد از بررسی کردن میفهمی که کدامش واقعیت است و کدامش نیست. بزرگا گفتن که جای آتش نباشه دود بلند نمیشه. حتما این گزارش ها یک دلیل داره قماندان دینیز. باید بررسی کنی که اوامر ما به درستی انجام میشه یا خیر. و ها هر روز گزارش کاری تا تهیه کرده به من میاری، درست است؟ امرتان بجا میشه جنرال صاحب. دینیز و سنم با هم نامزد شدن. ما و دینیز تصمیم گرفتیم هر چی زودتر کارای نکاره شروع کنیم. دیشب دینیز تمام روابط خود با تو از بین برد. هیچ چیز مشترک بین شما وجود نداره. آی صبر کو دخترکم، کلایت بکشم. حال راحت شدی؟ بسیار دلش تنگ شده بود. چند ماه هست؟ 5 پوره کده، حالا 6 ماه میشه. نام خدا بسیار شیرین است. خداوند نگاهش کن.
آمین. خداوند به شما هم نصیب کنه. میشه گپ بزنیم؟ چی مشکل داری؟ ما به این خاطر به این کار نامدیم. این دختر هیچ گناهی نداره. کسایی که از بین میره اونا هم گناه ندارن. هیچ راه رسیدن به موفقیت ساده نیست. ایره در مغزه جای بده. دختر آماده است. خوب است. تو آماده استی؟ بیاین. بفرما قماندان دینیز. جنرال صاحب، اگه اجازه تان باشه میخوایم درباره بعض موضوعات برتان گزارش بدم. البته اجازه است. جنرال صاحب، تعداد زیاد گزارش ها به مفهوم هستند. مثلا بعضی از اینای قسم است: یک سرباز بعد از ختم دعای دسترخوان به جای شکرت خدایا شکرت گفته. از این خاطر ازش شکایت شده. ای از یک قماندان است. به خاطر پوشیدن انگشتر نقره ازش شکایت شده. و ای هم گزارش یک استاد کلاپوش است. گزارش های دیگه در اینجا درج شده جنرال صاحب. به نظر شما این دلایل به خاطر ارتجاع ثابت ساختن اینا قابل قبول است؟ امیدوار هستم که اهمیت وظیفه خدا بیشتر درک کرده باشی قماندان دینیز. بیشتر از پیش جنرال صاحب. به از به همین دلیل زیاد متردد بودم. فکر نمیکردم که بتونم این وظیفه را پیش ببرم. حقانیت انسان همیشه قوی می سازه. جنرال قدرت در این موضوع بسیار زیاد دقیق است، اما قسم نمیتونه طرفدار حقیقت باشه. یگانه خواستم از تو همی است که ارادت از دست نتی یک مبارز قوی باشی. یک جنگ است که فقط انسانای با عقل و با وجدان میتونن که تا آخر ادامه بدن. هر کاری که از دست ما ساخته است من انجام میدم جنرال صاحب. میفهمم قماندان، میفهمم. با اجازه تان.
دوسیه را بررسی که به وزارت روان کن. با چشم جنرال صاحب. ای چی است؟ نکاح خط از جنرال صاحب. ایره مام دیدم بچم پیش شما چی میکنه ایره پرسیدم. قماندان یایی تمر کردن تا درباره ازدواج نظام یا تحقیق کنم. در ضمن جنرال قدرت ما میره میخواید. جنرال صاحب میخواستی که همه از عروسیتان خبر شو اما تو نیست؟ بالاخره یه کار میشه. همگی خبر میشن که با یک حجاب پوش عروسی کردی. باز چی شده پدر؟ جنرال قدرت امر کرده که دوباره درباره ازدواج های 1 سال اخیر تحقیق شود. دوسیه ها دانه دانه بررسی میشن. ما چی خدمت کردم میتونم؟ حالا ما برات میگم چی کنی. دوسیه خدا بگی زیر بغلت پیش جنرال قدرت برو با او بگو که میخوای چی کنی. دنیز میفهمین الیف ده قسم وضعیت چی میگفت؟ همه چیز به خواست ما بوده نمیتونه. مطمئن هستم شما اجازه نمیتین، اما من یک راه پیدا میکنم پدر. حالا اگه اجازه بتین باید به صنف برم. جنرال صاحب بالاخره یک روزی میفهمی که من خوبی تو رو میخواستم. مجبور نیستی کار انجام بدی. ده ها انسان بیچاره از بین میرن. از این کارت منصرف شو. نمیتونم. زندگی برات قدر به ارزش است ها؟ جان انسان مظلوم نگی. از تو استفاده میکنن، میفهمی؟ ما 7 خواهر هستیم. مادر مریض است. پدر ما را ترک کرده. سرپرست خانواده ما هستم. اما بعد از این کار کردن نمیتونم. بس این کار به خاطر پول انجام میدی؟ دیگه چرا ندارم. من میمورم اما زندگی اونا خو نجات پیدا میکنه. و زندگی ده ها انسان دیگره تو با دستای خود از بین میبری. اگه من این کار نکنم دیگه کس میکنه. اما اونا حتما اینجا را منفجر میسازن، به خاطر که اونا خون میخواین. عجله کن میره. کجا؟ تو حرکت کو. تا چی وقت اینجا منتظر باشیم؟ اگه بسان فریم چی فایده دوباره بیرون ما میکنن؟ استاد جانرم به این کار اجازه نمیده. استاد جانر به تنها هیچ کاری کردن نمیتونه. چی شده؟ از وزارت به خانه‌تان مکتوب نمیده؟ مکتوب چی؟ به ما امروز مکتوب اومده. راستش قرار است جلسه برگزار شود. درباره محصلینی که از قوانین دانشگاه سرپیچی میکنن تصمیم گرفته میشه جانم. یعنی درباره سرنوشت محصلین به سرنوشت تصمیم گرفته میشه. هدف اصلی اونا بیرون کردن ماست. یگانه هدف اونا خارج کردن ما از دانشگاه است. من از این خبر نداشتم. خانما لطفاً اجازه بتین. اینجا استاد است، اینجا را بند کردین. صبح بخیر. صبح بخیر. مرا به جای احمد روان کردن. ها داخل برین. درست است. بله مشنوی، من در داخل هستم. پس تو خوششانس هستی الیف. این جلسه عمومی دانشگاه های مرکز چی معنی داره؟ کاملا واضح است رعنا جان. میخوای محصلین چادرپوش اخراج کنم. هرچند این کار باید از قبل انجام میشد، اما نه، هنوزم فکر میکنم که دل اونا را به دست آوردن میتونیم. با چادر خریدن برشان؟ رعنا جان ببین، من هدف نیکت بسیار خوب درک میکنم، اما اونایی رو نمیفهمن. جالب است هنوزم اون هم مقام امیدوار هستن که در این دانشگاه درس بخوانن.
اونا باید این امید خود از دست بدن. حقیقت باید مثل یک سیلی برای اونا بخوره. در نتیجه آینده این محصلین با ما ارتباط داره. اگه او احمقا مثل تو فکر میکردن، چادر خود پس میکردن، باز میتونستن به درس خود ادامه بدن. استاد رنا، از تو خواهش میکنم که در هنگام رایدهی از احساسات خود نی، از عقل خود کار بگی. نمیخوایم به خاطر تو جگرخون باشم. بله؟ هولیا، به من کدام مکتوب آمده؟ کدام مکتوب؟ از دانشگاه به نام من کدام مکتوب آمده؟ یک بار صندوق پستی را سیل کو. عجله کو، منتظر هستم. فقط که من کرت هستم. انشالله که نامده، حداقل توی یک شانس می داشته باشی. دو قدم راست هنوز دیده نتونسته؟ بله هولیا. دختر میخوایم تو از دانشگاه اخراج کنم. باز کدام گلاب آب دادی؟ بگو دیگه چی گفت آمده؟ بسیار زیاد تشکر. بیگرینی فهرست مسئولین از خانم رنا. درست است، تشکر. خدایا حال ما چی خواد کردم؟ ما کجا میریم؟ ها؟ میخواینی با مده کجا انفجار بتین؟ در دانشگاه مرکزی استانبول. چی؟ درست است؟ فهمیده شد؟ سرعت بگی، سرعت بگی. دخترا، استاد جانر دروازه گدام باز مانده. میتونیم از رو داخل بریم؟ من خواهد جان تکان نمیخورم. چطور یعنی؟ میخوایی تسلیم شوی؟ همه چیز ختم شده لیف. ما رو در دانشگاه نمیخواین. نمیتونیم به درس ما ادامه بدیم. ایرا فقط خداوند میفهمه. ما نباید زود منصرف شویم، باید کوشش خدا کنیم. بیاین دخترا. صبر کنین، ما میایم. لباس تبسته کو. ماتی پیش دروازه است. او تو را داخل میبره. طرف ما بیبی. همراه هیچ کس گپ نزن. با هیچ کس چشم به چشم نشو. مکانای بیروبا را ترجیح بده. کانتین، دهلیز ها. هنگام خروج از صنف بیازو محصلین در دهلیز ها می باشن. تا اون وقت آماده بودی دکمه را فشار بده. پول باقی مانده را به مادرت شام تسلیم میکنیم. فهمیدی؟ حالا رفته میتونی. ای چی است؟ ساعت با ما روشن کردم. قرار نیست ای کار تنها به خودش بانم. اگر منصرفم شوه با هوا پرواز میکنه. بوم. دختره برات روان کردم.
ببخشین خانم. دستکشتان افتیده خانم. زنده باشین بیادر. حرکت کن. طرف ما چی سال داری؟ خو حرکت کن دیگه. ما دیگه میریم لیف جان. متوجهتان باشین. نیم ساعت بعد درس ها شروع میشه. پس خوب است که همینجا منتظر باشین. امروز او درس داره. هیچ مهم نیست. او فقط یک استاد ما است. ضابط جنرال صاحب، دوسیه را که صبح براتان دادم به وزارت روان کردین؟ بله جنرال صاحب. او نکاح خط چی شد ضابط؟ در حال تحقیق است جنرال صاحب. یک بار بررسی کن. متاسفانه کسی بررسی کردن نمیتونه. امر جنرال صاحب قدرت است. فهمیدم. در اینجا چه قسم داخل شدین؟ استاد جانر زنده باشن. به لیفا مکتوب روان کردن. راست میگی؟ اما زود امید خدا از دست نمیدیم. اگر در شفاخانه امرای خانم رنا درست گپ میزدی حالا برات کمک میکرد. حداقل خود درست راهنماییت میکردی لیف.
نمیخوایم به خاطر نیکی شخصی خواد براش مدال بدم. میفهمم تو ایلیف هستی، نه مدال میتی و نه سرخم میکنی. ما ازت نمیخوایم که بری و برش عذر کنی، حداقل یک بار همراش گپ بزن. بله؟ بله ما هستم زیا. چرا برام زنگ زدی؟ اگه پدرم جواب میداد؟ امروز ایلیف دانشگاه رفته یا نه؟ احمق تو چی گفته میری؟ گفتم ایلیف امروز دانشگاه رفته یا نه؟ بله؟ لعنت به شیطان. بله میخواستم درباره یک حمله انتحاری براتون گزارش بدم. همراه کی گپ میزدی؟ کسی نه، همراه دوست دخترم گپ میزدم. با ما بته میخوایم همراه دوست دخترت گپ بزنم. گفتم بته. بله بله، من نگفتم با من زنگ نزن؟ امکان داره که پدرم بشنوه، چرا نمیفهمی؟ یک مدت به موبایل میباشی. یک شخص زنگ زده بود درباره انتحاری گزارش داد، اما آدرس دقیقا نگفت. شمارش به شما ثبت از زنگ بزنم؟ زنگ بزن. خانم رنا، یک مسئله میخوای امرایتان ملاقات کنه. نامش ایلیف گورل است. درست است، داخل بخواهش. ایلیف، مزاحم کارتان خونه شدم. خواهش میکنم جانم. بفرما بشی. چیزی می نوشی؟ چای، قهوه، گشنستی؟ نه خیر، زنده باشین. خوب معلوم میشی. راستش زیاد خوب نیستم. میفهمین که امروز جلسه برگزار میشه. مام از گپ نو خبر شدیم. قرار است خانم ژاله ما را از دانشگاه اخراج کنه. ما به خاطر راه یافتن به اینجا زیاد تلاش کردیم. کل ما آرزو داریم. سهیلا را میشناسین، دوست ما است. او میخواهد آینده وکیل شوه. یاسمین نرسنگ میخوانه، سال آخرش است. گلزار میخواهد به عنوان استاد به قریه خود برگرده. و تو میخواهی که دکتر شوی، همونطور نیست؟ ای آرزوی طفولیت ما است. دزم ما به مادر خود یعنی به مادر که مرا بزرگ کرده بود وعده دادیم میخوایم دکتر شوم. پس به وعدت وفا کن. چه قسم وفا کنم؟ من نمیخوایم چادر خودت دور کنم. دزم من فکر نمیکنم که چادر مانع تحصیلات من شوه خانم رنا. مشکل چادرت نیست ایلیف جانم، مشکل ارزش معنوی او است. این چادر فقط بر من یک ارزش داره، ارزش دینی. هیچ کس مانع عقیده من شده نمیتونه. بیبی ایلیف، شاید در قسمت ضد به جای میکنه. گفتین ضد؟ واقعا فکر میکنین که ما ضد میکنیم؟ نه، فقط کوشش میکنم شما را درک کنم. وقتی به من نزدیک شدین فکر کردم مرا درک کردین خانم رنا، اما حالا فهمیدم که شما هیچ درکم نکردین. به ناحق اینجا آمدم. ایلیف، مزاحمتان شدم، معذرت میخوایم.
معذرت میخوایم. چی شده ایلیف؟ خانم رنا بره چی گفت؟ میگه زدتانه کنار مونده چادرتان دور کنید. چی؟ چطور یعنی؟ باید ای را بفهمیم سهیلا که برای هیچ کس ما مهم نیستیم. با دلیل نافرمانی از وظیفه قبلی خود اخراج شدی. درست میگین عمر صاحب. عقل در سرت آمد؟ بله عمر صاحب. دیده شوه. وظیفه جدیدت مبارک باشه. زنده باشین. عمر صاحب چند دقیقه پیش گزارش انتواری رسید. نشانیش معلوم نیست. ارتباط ما با شخص تماسگیرنده قطع شد. هرچی عاجل محل تماس پیدا کنین. گروه خونساسازی ما آماده شوه. عمر صاحب اگه اجازه بتین این قضیه را من پیش ببرم. درست است. عجله کن. تشکر. بالاخره موفق شدی صنم جان. آی دخترها بگیرین عکسای نامزدی ما را ببینین بسیار مقبول هستن. واقعا شب به یاد ماندنی بود. آی صبر کن اوش کنی سر زیبای نمانی که بر ما بسیار اهمیت دارن. یک سایت بیگی او با کس دیگه نشان بده. تو و اون نامزده درویه دیگه به ما هیچ کدام ارزش نداره. اصلا شما از اینجا برین. شما ده اینجا چی میکنن جواب بدین. بانش سهیلا. هی شما را میگم جواب بدین. چادر پوشه که جواب بدین. گپ بزن احمقه دینی دندونت مشکنانم. بیا اگه میتونی بشکنن. سهیلا باز است دیگه. شما احمقا از ما چی میخواین؟ سهیلا خواهش میکنم بانش. شما بار دو شما هستین. میخوایم هر چی زودتر اینجا را ترک کنین. چادر پوشا بیرون شوین. چادر پوشا بیرون شوین. چادر پوشا بیرون شوین. اصلا شما بار دوش هسته. اینجا چی گپ است؟ داخل شدن اینا نه تنها به صنف بلکه به دانشگاه ممنوع شده. درست است بس کنین دیگه. داخل برین. داخل برین. در جایتان بشینین. برین. نشنیدین؟ الیف ما آماده هستیم استاد. درس شروع کده میتونین.
با تمام محافظین که در بیرون هستن تماس بگیرین، بپرسین که کدام خبر نو دارن یا خیر. با مامورین دولتی هم خبر بتن که به جستجوی خود ادامه بدن، اما ببینین کسی به تشویش نشه. درست است؟ حال میتونی به کارت بری. درست است سامر صاحب. چی شد؟ نشانی را تشخیص کرده تانستی؟ در حال تعقیب هستیم. نزدیک شدیم، با وقت بیشتر ضرورت داریم مامور صاحب. وقت نداریم. دوستان عجله کنین، آماده شوین، با جستجو شروع میکنیم. با چشم مامور صاحب. جنرال صاحب، بررسی ادامه داره. تا امشب دوسیه ختم میشه. ختم میشه جنرال صاحب. اونا را که ختم کردین به ما بگین. درست است جنرال صاحب. بچم جنرال صاحب. تو برو، ما اینا را میبرم. درست است. اینجا خونه بود. جنرال صاحب، کجا رفته بودی؟ به خوردن غذا رفته بودم. اقدر کار مانده به غذا خوردن رفته بودی؟ امر کنین جنرال صاحب. نه خیر، خودم حل ساختم. عجله کنین حالا. هر چی زود باید اینجا را تخلیه کنه. زیا، تمام جای درست بررسی کو، نباید کدام ثبوت بانیم. درست است. بله، میخواستم درباره یک انتحاری براتون خبر بدم. بعدام افتیدی. تو بیازو از اون اول خوشم نامده بودی. میفهمیدم که بالای تو اعتماد کردن نمیتونم. او آدم ها بیگناستن.
یگانه گناه او آدما بودنشان در وقت نامناسب در اون مکان است. حال فهمیدی؟ آدم لوده. از بین بردمش. آمر صاحب دوباره از شماره زنگ آمد اما قبل از شناسایی تماسشان قطع شد. نشانی را پیدا کردین؟ چند دقیقه بعد پیدا میکنیم آمر صاحب. حالا عجله کنید. زود شوید. درست است. مکانهای بیروبار را ترجیح بده. کانتین، دهلیزها. هنگام خروج از صنف بیا از اون محصلین در دهلیزها می باشن. تا اون وقت آماده شدی دکمه را فشار بده. الیف باید با هم گپ بزنیم. هیچ چیز دیگه به گپ زدن نمونده. خانم ژاله در اتاق منتظرتان است. چی شده؟ چرا اونا رو خواستن؟ خبر نداری اما تو نیست؟ امروز جلسه برگزار میشه. جلسه چی؟ جلسه رای دهی؟ امروز خانم جاله تمام اسناد را جمع کرده. درباره سرنوشت مسئولینی که از قوانین دانشگاه سرپیچی میکنن تصمیم میگیره. البته این موضوع اصلا مربوط ما نمیشه اما تو نیست؟ درست است؟ فهمیده شد؟ حالا رفتم میتونین. خانم ژاله اونا آمدن. بگو داخل بیاین. حتما حد زدین که شما را چرا اینجا پیش خود خواستیم. امروز درباره شما تصمیم گرفته میشه. در این جلسه درباره بودن یا اخراج شدن محصلینی که قوانین دانشگاه را زیر پای میکنن تصمیم گرفته میشه. چرا این کارا میکنین خانم؟ نام تو چی است؟ الیف. الیف. ببین الیف جان،
اگه تمام دنیا هم یک جای شون، بدیره که انسان به خود انجام داده میتونه، اونا نمیتونن. یعنی میخوایم بگویم ما به خاطر شما به این وضعیت رسیدیم. ببینین ما فقط میخوایم درس بخوانیم. ما مزمی خود از شما را اینجا خواستیم به خاطر دادن آخرین فرصت. ببینین اگه خواسته باشین زده کنار مانده، مطمئن هستم قوانین دانشگاه را قبول کرده میتونین، یا ای که از آینده و امید خود منصرف میشین. چطور؟ فکر کردین که آرزوهایتان چی میشه؟ ها؟ یا وعده‌ای را که به خانواده‌های خود دادین؟ خدا میفهمه به خاطر درس خواندن شما چقدر زحمت کشیدن. وقتی خبر شون که از دانشگاه اخراج شدین چی خواد کردن؟ شما چی قسم طرف اونا سیل خواد کردین؟ چی قسم میتونین یک عمره با این عذاب وجدان زندگی کنین؟ یکیتون برام جواب بدین. حالا یک بار دیگه فکر کنین و تصمیم درست بگیرین. این همه ارزشه یک ضد شما را داره دخترایم. ما در دادگاه قرار نداریم خانم جاله. شاید فراموش کردین اینجا دانشگاه است و ما هم محصل هستیم. وقتی قسم است پس از آخرین لحظه های خود در این دانشگاه لذت ببرین. در جلسه ملاقات خود کردیم. این سال آخرم است. میخوایم پرستار شوم. لطفا خانم جاله برم اجازه بدین که من درس بخوانم. لطفا. درست است دخترم، دانشگاهت ختم میشه، اما اول باید زده خود کنار بونی. از اینو اطاعت نکن. نرو دانشگاه را ختم کرده بازو وقت از اینجا برو. آینده خود از بین نبر. طرف ما بیبی اگر میال چادر تا پس کردی باز میتونی. اگر نه بعدن برات بسیار دیر خواهد شد دخترم. بعد از گرفتن تصمیم دیگه هیچ راه برگشت نداری. یک دونه خوب فکر کن. سرنوشت خود خراب نساز. پسش کن. پس کن. بسیار زیاد معذرت میخوایم. لطفا مرا ببخشید دخترم. دیگر راهی ندارم چون سال آخرم از دخترم. یاسمین تو هر تصمیمی که گرفتی بازم دوست. تو هیچ تشویش نکن. من مثل شما جزیر شدن نتانستم. مرا ببخشید. خواهش میکنم. Onlar yanlış sen değil. مرا ببخشید جان. Al yerden. خواهش میکنم مرا ببخشید. این دواره پیش بردن نمیتونم. شما رو تنها ماندم. مرا ببخشید. سرت بلند بگی یاسمین. نه شرم دوستم. کسی که باید به شرمت تو نیستی. تو کاملا بیگناه هستی. با ما باور کن این گناه از تو نیست. بیا یاسمین ما تو با هم گپ میزنیم. شما رفتم میتونید. در جلسه باز خواد دیدیم. Bu günlerde geçecek, bu zulümde bitecek, güzel günler gelecek, gözlerim سهیلا آرام باش. الیفو چطور تونستی کار انجام بده؟ چطور چادر خود کشید؟ به خود بیا. اگه قسم گپ میزنی فرق بین ما و اونا چی میشه؟ اونا بالای یاسمین فشار آوردن تا او کار کنه. حداقل ما باید او را درک کنیم. الیف بیبی جانم اون دوست سابق ماست. ازش توقع نداشتیم که هر کس از خود زندگی شخصی داره، طبق خواست خود زندگی میکنه. ما حق مداخله کردن به زندگی کس را نداریم. سهیلا سهیلا
چطور اونجا نیست؟ عاجل پیش ما بیا. آمر صاحب او شماره را شناسایی کردم. نشان شبته. بفرمایید آمر صاحب. او دوستیه را باید پیدا کنم. هر قسم که شوا باید او دوستیه را پیدا کنم. هرچه عاجل باید این کار کنم. عجله کنین، اینجا را خالی کنین. عجله کنین، عجله کنین. زود شوید. بدوید. عجله کو بیادر، فرار کنه که حالا. عجله کنین. کجاست؟ خدایا برم صبر بده. دوسیه را بردن. لعنت با شیطان. شما پشت سر برید. دروازه رو بشکنم. اینجا یک نفر است. زیا است. زنده است. امبولانس بخواهید. تو چرا چیزی نمیخوری؟ دلم نمیشه.
عجله داری جانم؟ ما وظیفه دار هستم سنمی رو خو میفهمی. شنبه سینما بریم. یک فیلم جدید عاشقانه آمده. بفرمایید جنرال صاحب. قماندان دینیز، گزارش رسیده که زیا زخمی شده. زیا گفتن؟ بله، امروز یک انتحاری گزارش داده شده. فکر میکنی این کار زیا هست؟ دوسیه پیش عامر اردام است. ازت میخوایم این قضیه را بررسی کنی. امرتان بجا میشه جنرال صاحب. دینیز چی شده؟ کجا میری؟ معذرت میخوایم، ما باید برم. بسیار کار مهم دارم. اما این عکس از کدام عسکر ماست؟ من خونه‌اش نختم. اینا رو باید دقیق ببینم. باید دقیق دیده شود. بیاین. جنرال صاحب. بفرما جنرال. ما از شما یک خواهش داشتم. درباره بچه تان؟ الیف، باید هر چی زودتر بریم. حالا جلسه شروع میشه. تو خوب هستی؟ کدام مشکل داری؟ لطفاً من راحت بان. بریم الیف جان. بله، یاسمین اسکورت، بگهید ضرور نیست که دوسیه این محصله بررسی کنیم. تصمیم خدا گرفت تا با قوانین دانشگاه ما پابند باشه. در این صورت این محصل میتونه به درس خود ادامه بده. استادا، حالا بررسی را از محصلین دیگه آغاز میکنیم. درست است؟ بفرمایید. اگه از دانشگاه اخراج شوین چی میکنین؟ حتما میرین عروسی میکنین. اما ما فقط میخوایم که درس بخونم. خانواده مام زیاد عصبانی میشه، به خصوص بیادرم. به خاطر ما درس خونده نتونست، خواست که ما درس بخونم. یگانه آرزوی و فراغت ما است. ما باید درس بخونم. دوستا، خاموشی ما در مقابله این ظالمایی که در داخل درباره ما تصمیم میگیرن نیست. این رخو میفهمین. این خاموشی ما فقط به خاطر خداوند است. از این خاطر باید استوار باشیم. ما از اونا چیز گدایی نمی کنیم. ما حق خدا میخواییم. گلزاراتش داخل بیا. خسته نباشی بیادر. زنده باشی. خواهر ما اینجا درس میخونه. به خانه ما یک
مکتوب آمده بود. امروز در دانشگاه جلسه است؟ بله، جلسه عمومی است آقا. بله. میخوایم قبل از جلسه امرایی ملاقات کنم. خواهرم از یاد درس خوان است. در ضمن سال آخرش است. میشه پیشش برم؟ شما بسیار دیر کردین آقا. جلسه برگزار شده. فعلا استادا جمع شدن، فهمیدین؟ زیا حالا باید درباره بمبر معلومات بتی. زیا چشمایت باز کو. گپ بزن زیا. بله زیا گپ بزن. زود باش جواب بده. جایی که انفجار میشه بریم بگو زیا. زیا زود چون نشانی رو بگو. بمب با کجا منفجر میکنه زیا؟ آقای محترم آرام باشید لطفا. دکتر صاحب عجله کنین، یک کاری بکنین که دوباره به هوش بیاد. زندگی مردم در خطر است. درست است آرام باشید. هر وقت به هوش آمد به شما خبر میدیم. بله، در گزارش نوشته شده در تظاهرات دانشگاه رهبری را به دست داشتی، بازداشتم شدی. ما فقط از خود دفاع میکنیم بس. شما این حق ندارین تا به دانشگاه دولت جمهوری ترکیه با حجاب وارد شوین دخترم. در ضمن دولت ما اجازه کار نمیده. ببینید دولت طبق قانون پیش میره، اما اینجا نه دولت و نه قانون به این کارتان اجازه میده. نمیبینید ما رسما نویزان کردیم و دخترها را با پایه دار میبریم. کم از کم چوکی زیر پایشان ازشان دور نمیسازیم. انتخاب به دست خودشان است. فراموش نکنین یا او چوکی را به لگد میزنن یا چادر خود دور ساخته دمی دانشگاه درس میخونن. با آخرین بار ازت میپرسم، قوانین دانشگاه را قبول کرده به درس خود ادامه میدی یا تمام زحمات خود از بین میبری و در کنج خانه زندگی خود پیش میبری؟ نه. اینجا فقط به درس خواندن آمدیم. دیگه هیچ نوع هدف ندارم و اصلا فکر نمی کنم که حجابم به دانشگاه شما مشکل خلق کنه. نه خیر، چادرم پس نمی کنم. درست است. کسایی هستن که میگن ما دموکرات نیستیم. در این صورت حالا یک فضای دموکراسی را آماده میسازیم. کسایی را میخوایم که مثل گلزار نی بلکه برعکس باشه. اجازه درس خواندن برات دادن؟ گلزار؟ یک چیز خوب بگو نه؟ الیف گرال. اردام جنرال صبری برام خبر داد. وضعیتش چطور است؟ منتظر هستم که به هوش بیاید. درباره بم چیزی فهمیدین؟ نه خیر. مریض به هوش آمده میتونین. وضعیت مریض وخیم است، لطفاً زیاد خسته نسازینش. زیا قرار است بم در کجا انفجار کنه؟ دختر منفجر میشه. زیاده کجا منفجر میشه؟ در دانشگاه. کدام دانشگاه؟ در دانشگاه الیف.
گلزار گلزار بیادر او خواهرم است. رفتن نمیتونی بیادر چه؟ اجازه بتن که داخل برم. بیادر گلزار گلزار اجازه بده بیادر اجازه بده خواهش میکنم اجازه بده گلزار 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 خار گلزار چشمایت باز کن تو خوب هستی گلزار چشماش بازن شما کمی دور شوین کمک کنید چشمایت باز کن گلزار لطفا دور شوین همتون دور شوین گلزار تیم خونساسازی به ما به دانشگاه مرکزی روان کردیم. به محافظین بگوین که دانشگاه را تخلیه کنن. الیف گورل در خوابگاهی که زندگی میکرد بم منفجر شده. پدرشام یک رهبر مذهبی است و تا حال 3 بارم بازداشت شده. هنوزم میخوایی بگویی که تنها هدف تو درس خواندن است؟ ما فقط یک هدف دارم و هم دکتر شدن. از وقتی که به دنیا آمدیم امی آرزویم است. گلزار گلزار چشمایت باز کن لطفا گلزار خواهرم به هوش آمد. گلزار بیادر جانی بیادر مرا ببخش نتونستم به وعدیم وفا کنم. تو چی میخوایی بگویی گلزار؟ چی شده؟ از دانشگاه اخراج شدم. هرچی عاجل‌تر باید دانشگاه رو تخلیه کنیم. انتحاری داخل شده. برای آخرین بار ازت میپرسم چیزی برای گفتن داری یا نه؟ دنیا در حال تغییر است. حتی انسان ها و هیچ چیز مثل سابق نمیمونه. یکی میره یکی به دنیا میاد. یعنی همه چیز در حالت تغییر است. شما هم تغییر میکنین و مام سالها روزها سپری میشن. ادعای مقام هایی که شما هستین کسای دیگه قرار میگیرن. تصامیمی که میگیرین تغییر میکنن. چیزهایی را که شما درست میگین غلط میشن و چیزهایی را که درست میگین شاید اشتباه ثابت شود. یعنی هیچ چیز در این دنیا بقا نداره. اگر امروز شما هستین فردا ما می باشیم. Rüzgarlar dalımdan alsa, savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa. ما از قسمت خود راضی هستم. شما چطور؟ Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa. از این طرف براین زود شوین براین زود شوین براین تو برو گلزار بیادر تو بیا برو گلزار بیادر گفتم برو خواهر بیادر صبر کو کجا میری؟ یک دقیقه صبر کن. چرا ششتی زود که فرار کن؟ در دانشگاه انتحاری داخل شده، زود باش فرار کن. Alakım var.
رایگیری را آغاز میکنیم. ما به این دختر رای مثبت میتون. ما همراه استاد جانر هم نظر هستم. دانشگاه را تخلیه میکنم. عجله کو بدو. عجله کو. اتاق جلسه کجاست؟ در منزل بالاست. ما خورای میتونم که اخراج شوه. ما ممرای شما هم نظر هستم که اخراج شوه. الیف کجاست؟ قرار بود که به جلسه بره. حالا دیگه شما مو طرف برین. بله ما هم رای میتونم که اخراج شوه. بسیار خوب رنا. من میفهمم که بسیار صادقانه از رای خود استفاده میکنی، اما تو نیست. به خاطری که تو از بهترین اشخاصی هستی که با این قسم افراد مبارزه کردی. خب اولین شخصی که در این دانشگاه با این قسم محصلین مشکل داره او فقط تو هستی، خصوصا با ارتجاعی هم نظر نیستی. خب دیگه حال نوبت تو هست. من فکر نمی کنم که ایلیف به دانشگاه ما کدام مشکل ایجاد کنه. خوب است. در این صورت ایلیف گوراله شما به من تسلیم کردین. اخراج شدن یا نشدن این دختر از دانشگاه به تصمیم ما بستگی داره. متاسفانه که من به اندازه خانم رنا بی‌پروا نیستم. راستش خطر این قسم نقشه های انسانایی بده نادیده گرفته نمیتونم. رأی من کاملا منفی است، قبول نمی کنم. ایلیف گورال از دانشگاه مرکزی استانبول اخراج شود. تصمیم گرفته شد.
منم از دانشگاه اخراج کردین؟ چرا جواب نمیتین؟ گلزار شما از دانشگاه اخراج کردین؟ قرار بود خواهرمون صد شوه. آرزو داشت تا با وطن و مردم خود صادقانه خدمت کنه. اشخاصی مثل شما فقط میتونه به دولت دشمن تربیه کنه. از این خاطر ما سعی میکنیم اول سر ما را قطع کنیم. پس هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم ها؟ سایلا عجله کنین، از اینجا دور شوین، فرار کنین، حالا زود باشین. خانم جاله تکان نخوا، اش کنی که تکان نخوری. قسم میخورم که فایر میکنم، هیچ کسی تکان نخوره. فهمیده شد؟ پیش نبیا، فایر میکنم. درست است، آرام باش. اما هرچی عاجل باید اینجا رو تخلیه کنیم. در دانشگاه انتحاری داخل شده. هر لحظه امکان داره خود انفجار بده. انوس خوب، کل ما همینجا یک جای دفن بشیم. نه خیر، من نمیخوایم بمرم. کسی از اینجا بیرون شدن نمیتونه. تنها او میتونه که بیرون شد. خواهر تو میتونی بیرون شوی. سهیلا؟ ایلیف کجاست سهیلا؟ در داخل است. بیادرم کجاست؟ در داخل است، همه گیره که روگان گرفتن. ایلیف بیرون شو. ایلیف گپ دنیز گوش کن، حالا برو. ایلیف برو.
ما این کار نمیتونم. یعنی چی نمیتونم؟ بیرون شو. الیف امکان داره هر لحظه بم انفجار کنه. داخل رفتن نمیتونیم. اجازه بدین داخل برام، بیادرم ده داخل است. اجازه دادن نمیتونیم، لطفا دور شوین. لطفا عذر میکنم، اجازه بدین. من او را قانع ساختم، میتونم. لطفا من اجازه بدین. دور شوین، اجازه نداریم. بیادر چی میشه؟ بیرون شو بیادر. آرام باش لطفا، آرام باش. برو باش، خدا نجات بده. تو هیچ گناهی نداری. بیا الیف. پس شما چرا میخواین مرتکب چنین گناهی شوین؟ اگه من مانع ای کار نشم، اگه از این دروازه بیرون شم، اون وقت گناهکار من میشم. ازت خواهش میکنم اسلحه را پایین کن. میخوایم یک جای از اینجا بیرون شویم. خواهرم قیمت گناهی خدا پرداخت، اینام باید بپردازن. خب بعد از او چی میشه؟ گلزار، مادرت، خواهرایت، اونا را چی میشه؟ برام مهم نیست. چرا اینقدر از درگاه خداوند ناامید شدی؟ به اندازه‌ای که حتی از خودت منصرف شدی؟ یک بار درباره خانواده‌ات فکر کن. خواهرم فقط یک آرزو داشت، میخواست که استاد جوان. آینده مرام از بین بردن. من نمیتونم که دانشگاه را ادامه بدم. پس چی کنیم خواهر؟ اما چی خود کنیم؟ به خداوند پناه میبریم. از او عدالت میخواییم بیادر جان. با مشکلات مبارزه میکنیم. اما با اسلحه نه. الیف دیگه اسلحه نگی. الیف خوب هستی؟ خوب هستم. الیف دینیز، متوجه یادم باش. با اتاق جلسه یک دکتر روان کنین. حالا دیگه خانم جاله زخمی شده. تو اینجا چی میکنی دختر؟ برو. نشین. چرا تا هنوز بیرون نشدن؟ هر لحظه امکان داره بم انفجار کنه. من بسیار میترسم فلیس. او تذکره را چرا داخل میبرن دخترا؟
مطمئن هستم نمیخوای گناه را کنی. اگه میخواستی وقتی دکمه را فشار میدادی. نزدیک نشو. درست است نزدیک نمیشم. بیبی مجبور نیستی به کسی ضرر برسانی. لطفاً دکمه را فشار ندی. نمیتونم. بیبی من یک انسان بسیار بد هستم، لایق مرگ هستم، اما انسان های دیگه چطور میشن؟ اینا هیچ گناهی ندارن. تو همچنان. معلوم دار است حتما به تو چیز وعده کردن، اما هر چیزی که وعده کرده باشن ارزش قاتل شدن و گرفتن جان قدر انسان نداره دختر جان. دیگه کدام چاره ندارم. یک قسم نگو، همیشه در هر جا یک چاره هست. نترس، هیچ کسی به تو ضرر رسانده نمیتونه. خانوادیم از بین میبرن. برات وعده میتونم که این کار اجازه نمیتونم. هیچ کس به خانواده ضرر نمیرسانه. حالی او را به ما بده. عجله کن. اول باید بالا پوشش بکشی مردم. بده با من. نه خیر دی نیست. چی شده؟ امروز در جلسه دیسیپلین دانشگاه مرکزی استانبول یکی از اشخاص که گفته میشه بیادر یکی از مسئولین چادردار است شخص مذکور به صلاح داخل جلسه شده و بعضی از استادا را گروگان گرفتن و تمام مسئولین از دانشگاه خارج ساختن و پلیس هم با ما اجازه داخل شدن نمیده. بیادر نترس، بیادر نترس لطفا.
الیف 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 آورد. اجازه بدین بالین که بریم اتوبوس ماست. اجازه بدین. چی شده ای خانم؟ چی شده؟ نمیفهمم دفعتاً بیهوش شد. جنرال صاحب فکر میکردم بعد از کافی دی باره گپ زدیم. از شما خواهش میکنم که یک بار دیگه تجدید نظر کنین. بچه ما اشتباه خود درک کرده. خود خسته نساز جنرال. تصمیم ما تغییر نمیکنه. بعد از تای خود دوسیه قماندان دینیز به جنرال قدرت میسپارم. فهمیدی یا نه؟ جنرال صاحب این کارو در حق بچه‌م نکن. پیش ما زیاد حضور نکنین جنرال صاحب. بچه شما قوانین عسکری را زیر پای کرده. شما ایره نادیده گرفتین. قیمتی کار خوده هر دویتون میپردازین. هیجانی شدم، حتما از این خاطر بیهوش شدم. چیز قابل تشویش نیست. لازم نیست به شفاخانه برم. خانم پرستار میشه اینجا بیاین؟ درست است، حالی میاییم. الیف چی میکنی؟ من مریض نیستم، باور کنین خوب هستم. الیف تو بیهوش شده بودی، چطور خوب هستی؟ سهیلا لطفاً اجازه بدین. نه خیر اجازه نمیتم. باید به شفاخانه بریم. نمیرم سهیلا. چرا نمیفهمین؟ نباید برم. چیزی را از ما پنهان میکنی، همه تو نیست؟ الیف بس که سهیلا، حتما نمیخوای که بگویه. دخترا چیزی را که فکر میکنین قسم. پس چی است؟ من به شفاخانه رفتن نمیتونم، چون که میفهمم چرا بیهوش شدم. تو را چی شده؟ مریض هستی؟
حامل هستم. دوستا، حادثه امروز یک بار دیگر تصامیم ما را در مقابل ارتجاعی‌های تروریست درست ثابت ساخت. باید بفهمین که بزرگترین خطر به این کشور فقط و فقط ارتجاعی‌ها هستن. این میخواید چی بگویه؟ دوستا، این خطر با گذشت هر روز زیادتر شده میره. کسی که امروز با سلاح به دانشگاه میایه و با حمله انتحاری خوده میخواه انسانای بیگناه و معصوم از بین ببره، فردا کل ما را زنده در آتش خواهد سوختاندن. خانم ژاله کم زیاده روی نکردین ها؟ نه خیر، حقیقت همی است. یعنی شما میخواین بگوین تمامی اتفاقات به خاطر ارتجاعی ها هستن خانم؟ بله، من میخوایم همین را بگویم. شما راست میگید. تمامی مشکلات به خاطر چادرپوشا سرم آمده. کسی را که شما ارتجاعی خطاب میکنین اون مردی است که خواهر خود زیاد دوست داره. یگانه آرزویش استاد شدن خواهرش است، اما بعد از این نمیشه. به خاطر که در مجلس امروز دانشگاه بعضی کسا رای دادن که او باید اخراج شود. یکی از جمله کسایی که باید اخراج شود اون مستم. جرم ما هم فقط چادر است. نظر به قوانین دانشگاه با حجاب نمیتونیم وارد دانشگاه شویم، باید بیرون ما کنن. فقط به همین خاطر از دانشگاه اخراج شدیم. دوستم گلزار میخواست استاد شوه و ما مسئله تبستم. دوستا، امروز زندگی هر دوی ما را تباه ساختن. بله، امروز بیادر گلزار ما را گروگان گرفته بود چون دیگر راه نداشت. مجبور شده بود به همین شکل از شما عدالت بخواهد. به نظر شما عدالت با اصلحت همین میشه؟ کارش غلط بودی را قبول میکنم، اما یک حرکت شخصی و فوری بود. قسمه که شما گفتنی یک کار نقشه‌دار و گروه تروریستی نبود، فقط به خاطر گرفتن حق خواهرش آمده بود. انتحار کننده او هم دوست تو بود الیف. ده ها جوان بیگناه را از بین برده میخواست حق خواهرشو بگیره. بس است دیگه، بس است. در این کشور قوانین دینی نه بلکه قوانین جمهوری ترکیه اجرا خواهد شد. اینو فراموش نکنین، هیچ وقت فراموش نکنین. تو چی چک چک داری؟ بس کن. دروغ نمیگه جانم، تمامش حقیقت است. سنم بدونی که چیز را بفهمی گپ نزن، بیشتر از این مرا عصبانی نساز. دخترها از اینجا دور شوین، اگر ضرر میکنید. هیچ جایی نمیرم، اینجا دانشگاه ما است. هیچ کس مرا از اینجا اخراج نمیتونه. هیچ کس حق درس خواندن از ما گرفتن نمیتونه. هیچی میکنه؟ میخوای حق خدا به دست بیاره. ترکیه آزاد است، آزاد میمانه. 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 ترکیه آزاد است، آزاد میمانه.